همونطور که میبینیم امروز میخوایم برای شما در مورد هوگرریگل یا قانون دست راست گپ بزنم. قانونی که بیشتر شماها و همه ماهایی که از کشورهای ایران، افغانستان آمدیم در اونجا سالها موتر دواندیم همراه از اون مشکل داریم به دلیلی از اینکه در اونجا رعایت نمیشد و چیزی است که بسیار مهم است هم در سوالات تئوری و هم در امتحانات شما 100% چند دانه سوال میآید که شما باید او را جواب داده بتانید. ولی چطور میشه فهمید و از کجا میشه فهمید؟ پس همراه شما شروع میکنیم. اول نکته ها رو برای شما تشریح میکنم و سپس در سرک حرکت میکنم و تمام چیزی که قانون است برای شما تشریح میسازم. خب پس شروع میکنیم که هوگرریگل در کجا اعتبار داره و چطور باید بفهمیم که دمی سرک دمی منطقه قانون دست راست است. یک سوال که در امتحان مهم است و حتما از او یک سوال میه که این 4 دانه لوحه رو برای شما میده، میگه کدام یک از اینا قانون دست راستیه یا در کدام باید قانون دست راست رعایت بشه و مسلما چیزی را که شما باید رعایت بکنین بفهمین کدام لوحه است که اگر در سرک هم رو دیدین بتونین رعایت بکنین. پس جواب ما میشه گزینه آ، یعنی این لوحه. این لوحه قانون دست راست است. اگر در جای رفتین هیچ چیز نبود یا در سرک یا در تقاطع 4 راست را هر جا نزدیک میشدین که این لوحه بود، این نشان دهنده قانون دست راست می باشه. حالا ما و شما از همینجا یک سفر آغاز میکنیم در جاهایی که این لوحه نمی باشه. از کجا ما تشخیص بدیم که قانون دست راست باید رعایت کرد؟ خب سفر خود را آغاز میکنیم. در این قسمت لوحه زده 7 تا 30 کیلومتر. ما میخوایم طرف چپ بریم. قانون حق اولویت یا تقدم همونطور که میبینیم باید رعایت کنیم. اشارات چپ خود را میزنیم، استاد میشیم. اول چپ را کنترل میکنیم، اگر اوکی بود پس آن راست را کنترل میکنیم و داخل مسیر میشیم و میپیچیم. نگاه کنید در اینجا لوحه سرک اصلی است. پس در اینجا قانون دست راست هیچ اعتبار نداره. سرعت خود را به 30 میرسانیم و سرعت 30 حرکت میکنیم. خب قانون دست راست را باید کجا رعایت کرد؟ در جاهایی که شما هیچ لوحه ندارین، چراغ ترافیکی ندارین، در محل هایی که حالا ما اینجا طرف راست میریم، در محل هایی که تو محل های خورد است، محل های زندگی است، خانه است، بیروبار است، در این قسمت ها باید قانون دست راست رعایت بکنیم. داخل از این ساحه میشیم. همونطور که میبینیم در اینجا خانه ها و اولیا است. در قسمتی که خانه و اولیه است، اگر موتر از خانه براید یا از کدام اولی براید، شما نباید قانون رعایت بکنه به دلیل از اینکه او قانون اودفارشریگل یا قانون خروج میشه، یعنی طرف از خانه خود میبراید. پس شما نباید قانون دست راست رعایت بکنید. نگاه کنید اینجا ما میریم طرف راست. اینجا اگه کسی از پارکینگ براید، قانون خروج حساب میشه. شما نباید استاد بشین. فقط در قسمتی که سرک یا تقاطع است باید استاد بشیم. در این قسمت همونطور که میبینیم لوحه جاده عمومی یا سرک عمومی وجود نداره. پس قانون دست راست است. اگر از طرف راست ما سرک داخل از این سرک بشه و موتر بخواد داخل بشه، ما باید راه را دزو بدیم. خب همونطور که میبینیم در اینجا لوحه استاپ است، یعنی حتی اگر موتر چی بیاید چی نه، شما باید موتر خود یک استاپ بکنید. ما میخوایم طرف چپ بریم. اشارات چپ خود میزنیم. اول طرف چپ را سیل میکنیم، بعد طرف راست را سیل میکنیم. وقتی که موتر نیومد حرکت میکنیم. نگاه کنید در اینجا اگر موتر از طرف راست بیاد قانون دست راست نیست، به خاطر اینکه لوحه سرک عامه یا جاده عمومی یا اصلی وجود داره. پس هر وقت ایره دیدین به موتر طرف راست نباید اجازه بدین. یعنی در سرک قبلی قانون دست راست بود، اگر موتر از راست می اومد در زی سرک قانون دست راست نمی باشد. خب حال میریم داخل یک سرکی که باید قانون
در این قسمت اگر از طرف راست موتر بیاید، نگاه کنید ما در اینجا الان از طرف راست یک سرک داخل میشه. در این قسمت اگر موتر بیاید شما نباید استاد بشین، چون پیشتر ما جاده عمومی یا سرک اصلی رو داشتیم. حق با ما است، ما اول میریم. ما میخوایم طرف راست بپیچیم. یک چیز دیگه هم که شما باید به دقت بکنید و بفهمید که آیا قانون دست راست هست یا نه، ایه که در این قسمت سرک لوحه حق تقدم زده است. پس شما نباید رعایت بکنید، باید پشت لوحه را بتانی خوانده. یکی را راهش هم امی است. حالا پس من مسیر ادامه میدم. در این سرک ما قانون دست راست را نداریم، چون جاده عمومی. نگاه کنین مسیر خود را ادامه میدیم. در اینجا یک سرک است در طرف راست ما داخل یک جاده نو شدیم. اگر در داخل جاده یا سرک نو شما لوحه جاده عمومی یا سرک اصلی را نبینید، قانون دست راست است. پس در اینجا اگر موتر از طرف راست بیاید، قانون دست راست است. یک راه فهمیدنش همی است. راه دومی که در سر از این تقاطع لوحه حق تقدم برای او موترهای طرف وجود نداره. پس این به این معنیه که ما باید قانون دست راست را رعایت بکنیم. این چیزی است که بسیاری ها سر از این مشکل دارن. حال مسیر خود من این رقم ادامه میدم. در اینجا اگر کسی از اینجا برای از طرف راست ما، این قانون خروج میشه، یعنی از داخل یک پارکینگ میبره. شما نباید برش راه را الا بدین، یعنی خارج شدن از پارکینگ. در اینجا هر سرکی که در طرف راست ما باشه قانون دست راست است. این هم باز خروجیه. این خروج یا دوستان یک نکته رو به شما تشریح کردم، حالا میخوام بگم. نگاه کنید در اینجا از طرف راست خارج میشه. این قانون خروج است در داخل پارکینگ. قانون دست راست حساب نمیشه. دیدین که من برایش راه را اعلام نکردم، خودش هم فهمید عقب رفت. ولی باش که من جایی چیزا بزنم. در این قسمت نگاه کنید، در این قسمت داخل میشم، موتر از طرف راست باید خارج بشه. طرف راست ما است. در اینجا قانون دست راست است. این را فقط به خاطر شما در داخل پارکینگ آمدم تا ببینین که وضعیت قانون دست راست چطور است و چطور باید رعایت بشه. پس اگر در داخل پارکینگ موتر از طرف راست خواست خارج بشه، ولی مثال این موتر باید راه را برش الا بدیم، چون در طرف راست ما است، باید بان موتر خارج بشه و این که بعد از این حرکت کنم. همونطور که دیدیم در طرف راست ما بود، راه را برش الا کردم. پس این قانون دست راست در داخل پارکینگ و خروجی پارکینگ قانون دست راست وجود نداره.